سلام دوستان عزیز. سلام دوستان عزیز. امروز بفرمایید شما. مازدا CX 60 بفرمایید. این ماشین نسخه فول آپشنش هستش، پلاگین هایبرید هستش با موتور 2 لیتری. تقریبا تمام آپشن ها رو داره. 2 دف هستش، سقف پانال، رادار نقطه کور، رادار بین خطوط، تقریبا تمام آپشن ها رو داره. سیستم صوتی باس یا بوست یه سریا میگن، حالا جفتش درسته، برایش فرقی نمیکنه. کیفیت صدا عالی، دیزاین فوق العاده، کیفیت فوق العاده. به شخص اصلا فکرشو نمیکردم ماشین به این سنگینی همچین شتاب خوشگلی به ما بده. حالا شتابش رو تو قسمت های دیگه برای شما میگذاریم. تقریبا زیر 7 ثانیه 0 تا 100 رو میزنه و جالبتر از اون که زیر 7 ثانیه زیر 7 ثانیه تقریبا میزنه. شرط ایدئال درسته. تو اتوبان اصلا فکرشو نمیکردم با چندین ثانیه پدال گاز که فشارم نزدیک 185-6 تا رو خیلی خوشگل خورد. یعنی فکر میکنم 220 تا رو مثل آب نبات برای شما حرکت کنه با این وزن سنگین. و خب این نسخه البته 5 صندلی هستش، نسخه 7 صندلیش هم موجوده و خب تقریبا 55 کیلومتر با باتری میره. اگه بنزینی وجود نداشته باشه تقریبا حدود 600 کیلومتر 550 کیلومتر هم با بنزین. هیبرید حساب میشه دیگه، درسته؟ یا این ماشین ترکیبی دیگه، پلاگین هایبرید هستش. البته تستی که ما انجام رو حالت اسپورت بودش و صدای خوشگلی هم از اگزوز ماشین خارج میشد که خیلی سفر رو جذاب میکنه. حالا کلیپی هم از دور تا دور ماشین برای شما گرفتیم که تقریبا با زوایای ماشین آشنا باشید. ماشین مازداست، ژاپنی، حرفی برای گفتن نداره، اصلا قابل قیاس با یک سری ماشین ها نیستش که به خاطر محصولات نمیتونیم در فیلم نامشون رو ببریم. بله. ولی فوق العاده دیزاین خوشگل، کربن نقره‌ای، کنسولا چرم، کولر فوق العاده، مانیتور بزرگ. فقط یه ضعفی داره که مانیتورش تاچ نیست. ما اولش فکر می‌کردیم تاچش رو عملکرد نداره و دیدیم با موس کار میکنه. حالا از یه دیدگاهی میتونه خوب باشه، یک سریا میپسندن یک سریا نمیپسندن، این سلیقه‌ای هستش. ولی در مجموع ماشین فوق العاده، خیلی دوست داشتنیه. در آینده نه چندان دور انشالله زیر پای خودمون یکیشو میبینیم. حتما. بعد این موتور الان تک موتور حساب میشه این ماشین یا این ماشین 2 دیفرانسیل هستش، AVD هستش. قابلیت آفرود داره ولی نه آنچنان آفرودی که شما توقع زیادی داشته باشید، مثل ماشین FJ کروزر، رونیز، لند کروزر. خب ماشین اونا شاسی بلند حساب میشه. ماشین تقریبا کلاس اوور هستش. حالا کلاس اوور فول سایز ولی فوق العاده است. من که خیلی خوشم اومد ازش، اصلا فکرشو نمی کردم با این وزن و با این موتور کوچیک همچین شتابی، همچین چیز. ماشین فوق العاده استیبل، لذتشو بردیم. انشالله که به زودی زود واردات آزاد بشه، شما هم یکی مثل همین زیر پاتون باشه، برای خودتون باشه نه برای تست، برای همیشه. امیدوارم زندگیتون شاد و مسرور انشالله. پس بریم روح ماشین رو ببینیم، موتورم ببینیم و دوباره بیایم. دوباره برمیگردیم خدمتشون. لایک یادتون نره، لایک، سابسکرایب. اگه خوشتون اومد کامنت بنویسین، هر چی دوست دارین، هر کار دوست دارین، هر ماشینی هم خواستین براتون تست میکنیم. بریم ببینیم. فعلا یا علی.